عرض سلام و ادب و احترام. ببین دوستان، امروز در خصوص سهام خزانه من یه چیز یاد گرفتم. حالا شاید دوستانی باشن که مثل من خودشون رو به روز نکرده باشن. ببین دوستان، ما قبلا در دروس حسابداری میخوندیم که سهام خزانه در ایران غیر مجاز هستش، اما جهت اطلاعاتون باید این رو به عرضتون برسونم. توی سال 1394 قانون رفع موانع تولید و حالا ارتقاء نظام مالی کشور بند به ماده 28 این رو پیش بینی کردن و این مجوز رو بهشون دادن که بر اساس مجوزی که شرکت ها میتونن از شورای عالی بورس بگیرن، حد اکثر تا 10% سهامشون رو میتونن به عنوان سهام خزانه باز خرید کنن. و نکته جالب ترش این که توی استاندارد حسابداری شماره 36 با عنوان ابزارهای مالی و نحوه ارائه ابزارهای مالی که توی سال 1397 مصوب شد، بندهای 35 36 و 45 این قشنگ اشاره کرده و گفته اگر شرکتی از این به قولن پوان استفاده کنه و سهام خزانه رو برای خودش خریداری کنه و نگهداری کنه، چجوری باید ارائهش کنه و در چه حساب‌های این رو ثبت و ضبط کنه و به چه شکلی حتی اون رو ارائه کنه. مؤید باشید.